به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. چند روز قبل در اروپا نفری شوربخت نسخه از مصحف شریف را به آتش زد. گاه گاه چنین تصرف هایی که انگیزه آن عداوت و حسادت و دشمنی علیه اسلام و مسلمانان است، میبینیم که از پیروان دینهای دیگر سر میزند. البته چنین تصرف های بیخیردانه هر پیروی قرآن را آزرده خاطر می کند، لیکن آنچه که باید هر مسلمانی به آن معتقد باشد، اعتقادی قطعی داشته باشد، این است که این قرآن عظیم شان، این کتاب بزرگ الهی، این معجزه محمدی تا آخر دنیا محفوظ باقی خواهد ماند. زیرا حفظ آن را خداوند عزوجل به عهده گرفته، کفالت آن را در قرآن بیان کرده گفته. خداوند در سوره هجر می فرماید: إنا نحن نزلنا الذکر و إنا له لحافظون. یعنی همانا ما قرآن را نازل نمودیم، فرو فرستادیم و ما خود حفظ کنندگان این کتاب هستیم. خداوند عزوجل با تأکیدهای یک چند در این آیه کریمه وعده داده شده است، به کفالت گرفته شده است که قرآن را حفظ خواهد کرد و قرآن تا امروز و تا دنیا هست محفوظ باقی خواهد ماند. در معنای این آیه کریمه علامه اقبال، این شاعر قرآنی نیز میگوید: این کتاب زنده قرآن کریم، حکمت او لایزال است و قدیم. ارج میگیرد از آن ناارجمند، بنده را از سجده سازد سربلند. مثل حق پنهان و هم پیداست این، زنده و پاینده و گویاست این. زنده و پاینده و گویا و همیشه رهنما برای پیروانش، برای همه بشریت باقی خواهد ماند. و باقی ماندن قرآن به این شکل، بدون اینکه حرفی در آن زیاد شود و بدون آنکه حرفی از آن کم گردد، تا امروز و البته تا آن وقت که عمر دنیا باقی است، به چنین شکل محفوظ ماندنش بزرگترین دلیل بر این است که قوه خارجی، قوه بیرون از قوه بشر اینجا وجود دارد که این کتاب را حفظ میکند. زیرا این عدد دشمنانی که این کتاب دارد و طول تاریخ اینقدر زحمت و اینقدر کوشش ها برای تغییر و تبدیل آن صرف شده، اگر همه این را در پیش نظر گذاریم و محفوظ ماندن قرآن را از همه این کوشش ها، از همه این نیرنگ و دسیسه ها ببینیم، حتما دلیل بر این است که قوه خارجی که اون قوه خداوند است، البته این کتاب را حفظ کرده است و حفظ خواهد کرد.